سلام بچه ها، تو این ویدیو قراره یه مقایسه کامل بین رفرنس های آناتومی داشته باشیم. منظورم نتر، روهن، گره و چوراسیا هستش و اگر نمیدونی کدومش بهتره تا آخر این ویدیو با من همراه باش. خب اول با نتر شروع میکنیم. نتر معروف ترین اطلس آناتومیه. طراحی‌هاش خیلی قشنگ و همه چیزو به صورت نقاشی رنگی نشون میده. خیلی برای یادگیری تصویری خوبه، ولی جزئیاتش بعضی موقع برای امتحان خیلی زیاده، ولی برای شروع یادگیری خوبه. خب اول اینکه بذارین یه چند تا قسم ازش نشونتون بدم. مثلا نگاه کنین اینجا تصویرها رو با دقیقاً اسمشون رو کامل اینجا نوشته و خیلی واضح عکسشون رو کشیده. و یه فرقی که با بقیه در از رفرنس ها داره اینه که توضیح نداره، یعنی فقط اسما رو نوشته و عکسشون رو کشیده. بیشتر برای یادگیری مثلا تصویری خیلی خوبه این رفرنس. خب رفرنس بعدی رفرنس روهنه. روهن کاملا با عکس واقعی از جسد کار میکنه، کمک میکنه که آناتومی رو واقعی تر ببینیم. برای درک سه‌بعدی و فضا یعنی در از خیلی کمک میکنه. ولی شاید برای مبتدی‌ها یکم سخت باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این در از عکس واقعی از جسد، یعنی دیگه مثل نتر دیگه مثلا بخوایم بگیم که نقاشی نیست. نگاه کنین عکس واقعی از جسد و اینجا هم نامگذاری کرده دقیقاً و همه رو اسمشون رو پایین نوشته. یعنی اینجا شما دقت بکنین اینجا اسما رو همه نوشته که چی هن. عکس واقعی جسد دیگه. یعنی خوبیش اینه که برای موقعی که شما دانشجوی پزشکی باشین و بخوایم برای سالن تشریف برین خیلی در از کمک میکنه. خب این هم یه شکل دیگه است. رفرنس بعدی چوراسیا هستش. چوراسیا بیشتر کتاب تئوریه تا اطلس در است، یعنی مثل اطلس نیست. اطلس بیشتر تصویریه دیگه، یعنی چیزی رو توضیح نداده. ولی تمرکز بیشتر این کتاب روی متنه و برای علوم پایه‌ای زنی هم خیلی استفاده میکنه و سبک توضیحاتش هم خیلی ساده و قابل فهمه. حالا من اینو باز میکنم براتون نگاه کنیم. مثلا اینا رو کامل عضله رو مثلا اینجا توضیح داده. بعد اینجا جالبیش اینجاست که این کتاب علاوه بر این که توضیح داده نکات بالینی هم داره، یعنی نکات بالینیشن اینجا توضیح داده. یعنی کتابیه که خیلی خوبه و بخوام تا همینجا ستاره اطلس رو با هم مقایسه کنم، برای اینکه شما بخواین خیلی خوب در از نظر مفهومی یعنی شکلی بخواین متوجه بشین و خیلی واقعی باشه، خب روهن بهترینه. ولی اگه بخواین در از شکل متوجه بشین خب، اما مثلا چجور بگم، نه خیلی مثل روهن میام. فرقش اینه که مثلا چجور بگم خیلی واضحه، یعنی عکس جسد واقعیه. نتر هم همونه، اون تو عکس واقعی نیست. یعنی فرقش در اینه. یعنی بیشتر برای کسایی که سالن تشریح میرن بخوان رو جسد مشخص کنن که کدوم مایشه کدوم عصب کجاست، خب روهن پیشنهاد میشه. ولی برای کسی که بخواد مثلا امتحان علوم پایه بده و شکل یادش بمونه، خب نتر بهتره. ولی چوراسیا متنش خیلی زیاده، بنابراین برای موقعی که وقتتون کمه پیشنهاد نمیشه ولی خیلی کامله، یعنی واقعا کاربردیه. آناتومی گره در اصل یک کتاب علمیه با توضیحات عمیق‌تر و تصاویرش هم خیلی خوبه، ولی به سادگی نتر نیستش. برای کسایی خوبه که میخوان همه چی از ریشه بفهمن، نه اینکه حفظ کنن. حالا اینجا من کتابو باز میکنم، شکلاش خوبن. یعنی ببینید این دیگه کامل ترین کتاب بخوای شروع کنید برای ابتدای مسیر اینه، چون هم شکل داره هم توضیح داره. یعنی در اصل بخواید حساب کنید تلفیقی از چوراسیا و نتره. پس به نظر من بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، بهترین کتاب از نظر من برای شروع گره هستش و برای ادامه کاری که بیشتر بخواین توضیح داشته باشه میرین سراغ چوراسیا. اگر بخواین واقعا عکس واقعی ببینین میرین سراغ روهن. اگر بخواین از نظر شکلی جز ذهنتون بمونه میرین سراغ نتر. خیلی ممنون که تا اینجا کار با من همراه بودین. لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه.